سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. چند کلام از بزرگان درباره عیبجویی کردن دیگران به سبب گناه کردنشان. ابن قیم رحمه الله می گوید هیچ کسی نیست که از برادرش به سبب گناهی کردهش عیب جوید مگر آن که خود آن شخص نیز به همان گناه مبتلا می شود. پس اگر خبری گناه کردن برادرت به تو رسید بگو خدایا ما و او را ببخشا. حسن بصری رحمه الله می فرماید قوم‌های را دیدم که خودشان عیبی نداشتند، اما چون به عیب دیگران مشغول شدند، غیبت دیگران کردند، خداوند هم برای آنها عیبها به وجود آورد. و قوم‌های دیگر دیدم که دارای عیب‌های بودند، اما چون عیبجویی دیگران نکردند، از عیب دیگران ساکت ماندند، خداوند نیز عیب‌های آنها را مخفی نگاه داشت. امام شافعی رحمه الله می گوید هر کسی برادرش را در پنهانی پند و اندرز داد، براستی که او را نصیحت کرده است، و هر کسی که میان مردم او را پند داد، پس براستی او را شرمنده و بی آبرو کرده است. روز مرد به نزد امام شافعی آمده گفت فلان شخص در حق تو بدگویی کرد. امام شافعی در جواب گفت اگر تو راست گفته باشی پس تو نمام هستی، یعنی سخنچین هستی، و اگر تو دروغ گفته باشی پس بدان که تو فاسق یعنی گناهکار هستی. این مرد آرام شده رفت. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که عیب برادرش را پوشاند، خداوند در این دنیا و آخرت عیب او را می پوشاند. پس بیا برادری عزیز، از این پندهای بزرگان درس عبرت بگیریم و عیبهای برادران را نزد مردم پهن نکنیم و فقط برای اصلاح آنها به خود آنها بگوییم تا اصلاح شوند. اصلاح جامعه اسلامی از هر یکی ما و شما وابسته است. پس بیا برادری عزیز اول خود را اصلاح کنیم و در پی اصلاح برادران و یار و دوستان خود باشیم تا به کمال رسیم و رازگی الله را دریابیم و در این دنیا و آخرت سربلند باشیم. تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في